حبیب خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة. از همه اولاترین شما، بزرگترین شما، با شرفترین امت من در روز قیامت همان بنده هست، همان مرد و زنی هست که در دنیا بسیار گفته باشد اللهم صل علی محمد. کسی که در دنیا این کلمات زیاد گفته باشد، حبیب خدا میگوید در روز قیامت از همه بندگان خدا دیده این بنده با قدرتر و با شرافتر در نزد من در روز قیامت می باشد. حضرت عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه های گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود، میگوید بار در یکی از باغها داخل شدم، نگاه کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سری مبارک در سجده گذاشتگی است. به نزدیک او آمدم، خیلی مدت منتظر شدم که خیلی سجده طولانی کردند. بعد این سجده میگوید سری مبارک برداشتند و به سوی رسول اکرم گفتم ای حبیب خدا، اینقدر سجده طولانی کردی، اینقدر سجده دراز کردی، گمان کردم که از جسم مبارکتان روحتان جدا شده است. حبیب خدا گفتند در حالت سجده حضرت جبرائیل آمده بود و به من از نام پروردگارم سلام آورد و گفت من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله تبارک و تعالی. حضرت جبرائیل آمدن گفتند که الله بر تو سلام میگوید، بعد سلام این که کسی که اگر بر نام تو یک بار میگوید اللهم صل علی محمد، من که خدای او هستم 10 بار درود و رحمت به حق اون بنده میفرستم. این بشارت پروردگار وقتی که نزد من آورد فسجدت شکرا لله تبارک و تعالی، من این نعمت را شکرانه کردم و به سوی پروردگارم سجده طولانی کردم. از این خاطر از ما و شما هر کسی که اگر به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستد، خوش به حالش که انشاءالله وای چه در قبر و چه در روز قیامت یک یاردمچی بهترین برای ما به حساب می رود. حتی همین صاحب قصیده برده عبدالله بصیری که گوییم که به بیماری فلج گرفتار بودن، حضرت میگوید شبی که من 100 صلوات بر روح پیغمبر خدا فرستادم، همان شب حبیب خدا را در خواب دیدم و او حضرت میگوید یک جامعه در بدن داشتند، بالای من پرتافتند و گفتند ای عبدالله بشارت به تو که تو صحت و سلامت شدی. وقتی سحر میگوید بیدار میشوم، همان فلجی که چندین ساله در وجود من بود این بیماری از جسم من جدا شده است. من شفای کامل یافتم از فضیلت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اگر ملال خاطر نباشد نزد شما یک سوال میارم. یک برادر اسلامی داشتیم که صاحب 2 فرزند بود. قضای الهی او را از این دنیای فانی به دارالبقا برد. بعد آش چیلی او همسرش بطن 4 ماهه خود را اسقاط کرد. در این بابت چی میگوید؟ آیا که شریعت اسلام این را چگونه قبول میکند؟ با احترام داده عشق خدا از ناحیه میر سعید علی حمدانی، طالب جان احمد. السلام علیکم و رحمت الله. یعنی این برادر سوال کردن که وقتی که
یک رفیقی داشتیم صاحب 2 فرزند بود، با قضای الهی این دنیا را پدرود گفتند و در شکم عائله‌اش باز یک فرزند بود که 4 ماهه بود. بعد وفات این شوهرش این فرزندش اسقاط کرد، یعنی ابورت کرد. آیا این در نزد شریعت چی هست؟ ما بار هم گفته بودیم که تا 4 ماهگی اسلام رخصت میدهد که اگر زن همان فرزندی که در شکم دارد ابورت کند اجازت است. لیکن وقتی 4 ماه شد دیگر در 4 ماهگی اسلام اجازت نمیدهد که زن ابورت کند، اجازت نیست، زیرا که در 4 ماهگی الکه روح در این جسد دمیده می شود، یعنی این فرزند صاحب جان می شود. تا 4 ماهگی این جان نداشت، در 4 ماهگی که صاحب جان می شود، وقتی اگر وی ابورت میکنی همچون قاتل نفس، همچون آدم کش در نزد خداوند معرفی میشوی. لیکن تا 4 ماهگی اگر ابورت کرده باشد این در اسلام هیچ ضلال زیانی ندارد. السلام علیکم داملای شیرین بیان. میگویند که روزه ماه رجب در حدیث نآمده است، آیا این حق است و طریقه درست روزداری چگونه است؟ اصلا الحال ما و شما در ماه رجب قرار داریم. امروز 23 ماه رجب است. از روز پنجشنبه گوییم که داخل شدن این ماه رجب از روی حساب احجزده بود، حساب کردیم امروز 23 ماه رجب. لیکن در ماه رجب روزه داشتن و نماز خواندن در یگان حدیث صحیح وارد شدگی نیست که ماه رجب روزه داشته باشد، ماه رجب نماز داشته باشد. اگرچند که در بعض کتاب‌های فارسی ما و شما از فضل و از بزرگی این ماه رجب صحبت ها می رود، حتی از نماز و روزش، لیکن اونها اساس علمی ندارند، اساس های علمی ندارند. طریقه درست روزداری این روز دوشنبه و پنجشنبه است. اگر در همین ماه رجب یا بیرون ماه رجب شما روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزدار باشید، این سنت از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود. وقتی حبیب خدا را از روز دوشنبه پرسیدند ای حبیب خدا آیا روز دوشنبه چرا روزه گیریم؟ حضرت گفتند این روز تولد من است. روز دوشنبه روز تولد من است. روز دوشنبه روزی هست که من پیغمبر شدم. روز دوشنبه روزی هست که حضرت جبرائیل برای من وحی آورد. و حبیب خدا گفتند روز دوشنبه و پنجشنبه دیگر حکمتش این است که همه عملهای نیک و بد شما پیشنهاد پروردگار می شود. آیا قبول می شود یا رد می شود این الله می داند. حبیب خدا گفتند دوست می دارم که زمانی که عملهای من پیشنهاد پروردگار شود در روز دوشنبه و پنجشنبه و من روزدار باشم. یعنی روزی که روزدار باشم و عملهام پیشنهاد پروردگار باشد این را من گفت دوست می دارم. از این خاطر بهترین روزه روز دوشنبه و پنجشنبه کدام شما می خواهید؟ و دیگر روزه این است که 13ام، 14ام، 15ام هر ماه 13ام، 14ام، 15ام 3 روز از هر ماه اگر شما روزه گیرین حبیب خدا گفتند در نزد پروردگار اجرش این است که 1 سال کامل شما روزدار هستید. نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الوصال، لیکن از روزه که پی در پی باشد از این حبیب خدا باز من کردند. شما 2 ماه و 3 ماه پی در پی روزه نگیرید که این اجر ندارد، این ثواب ندارد. بعضی آدمی هست که سال روزه میگیرد. حبیب خدا گفتن از این من شما را من میسازم، شما گناهگار میشوید. هر یک جسم بالای شما حق دارد، گفت دستها حق دارد،
شکم حق دارد، چشم حق دارد. شما حق اینها را چکار نکنید؟ ویران نکنید. این از طریقی درست روزداری ما و شما این است. از این خاطر از همه مادرها خواهش من این است که بسیار از ما چی تلفنی و چی غیر تلفنی پرسان میکنن که چند روز روزه داریم. برای همه مادرهای ما و شما، خواهرهای ما و شما که امروز به ماه رجب اخلاصی خیلی کلان دارن و حتی همون حدیثی که در کتاب آمدگی است که ماه رجب این ماه پروردگار است، این حدیث صحیح نیست. این حدیث صحیح نیست. و مادرهای ما میتوانند که از روزه رجب دیده بهترین عمل این است که شوهرهاشون خرسند کنند، شوهرهاشون احترام کنند، فرزندهاشون تربیه کنند، عفت و حیا را در وجود خودشان را دهند. این از 1000 ماه رجب روزه داشتنش بهتر است. امروز میبینی سری خواهر ما و شما لوچ است، روزه دار است، در زبانش تمام کلمات بی حیایی وجود دارد، لیکن از ماه رجب روزه دارد. اینا هیچ معنا و فایده ندارد. برای همین از همه مادرهایی که روزه ماه رجب می‌دارند، توصیه ما این است که شما در این ماه رجب خدمت شوهرهاتان کنید، بیرون از رجب هم در خدمت شوهر قائم باشید. ان شاء الله شما در نزد پروردگارتان اجر خیلی بلند بگیرید. بزرگی این ماه رجب این است که در این ماه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. 27 این ماه با اکثر روایت گویم روز سه‌شنبه روز معراج پیغمبر خداست. بزرگی این ماه را انا همین شرف و شمین است که حبیب خدا در این ماه نزد پروردگارش با درخواست پروردگار نزد الله رفتگی است. که این است سوره اسراء: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پروردگار این شب معراج، این عروج رسول اکرم به نزد خودش به نص قرآنی، به آیت‌های قرآنی برای ما و شما خبر داد. اگر کسی که این معراج پیغمبر قبول ندارد یا میگوید که وی در خوابش رفتگی است، به جسم نرفته است، وی کافر می شود. زیرا این نص قرآنی است که محمد صلی الله علیه و سلم نزد پروردگار رفتگی هست. که قرآن هم این حکایت میکند که میگن در روایت ها که شاید در خانه ام هانی بود از یکی زنهایش. بعضی روایت ها این است که بین حتیم، همون بین یک سنگی که در کعبه هست و بین خانه کعبه همونجا یک کاواکی هست، یک کشادی هست. همونجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با پهلو بودن، خواب بود. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام. کلمه لیل استفاده می شود که لیل این شب را میگوین عرب ها. شب حضرت میگه خواب بودن که بناگاه کسی پایش می مالید. چگونه که یک فرزند پای پدر می مالد، پایش می مالید. نگاه میکند که جبرائیل امین در پهلوش نشسته است. جبرائیل پای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مالیش میداد و می مالید. حضرت از جاش گفتند السلام یقریئک السلام. ای محمد از جات خیز که الله به تو سلام فرستاد و تو را با یک تشریف رسمی و سوی آسمان دعوت دارد. الحال ما و تو یک جایه باید سیری بر آسمان کنیم. حبیب خدا میگوید از جاش خیستند. براقی که از اسب پستر و از خچیر بالاتر بود میگوید پیغمبر و رنگی سفید داشت که با یک چشم نگاه کردن سرعت حرکتش اینقدر تیز بود که حتی چشم رسیدگی ده این براق میرسید. بالای این براق مرا سوار کردند و این جلوی براق می داشتگی جبرائیل امین بود که میگوید مرا حرکت دادن به مسجد اقصی آوردن که این در فلسطین است. وقتی اینجا رسیدم
یک توده پیغمبرهای زیاد از دوره های حضرت آدم تا حضرت عیسی در این مسجد اقصی روحشان وجود داشت. وقتی ما داخل مسجد شدیم به خیال گذرانیدم که نماز کی میخوانده باشد. حضرت ابراهیم میگوید از بین این پیغمبرها نزد من آمد و دست مرا گرفت و پیش نماز آورد. گفت تا امروز این مسجد اقصی از بنی اسرائیل بود و اینجا گویم نزول وحی بود و همه پیغمبرها از این مکان برآمدند. از این روز اعتبارا این مسجد اقصی از تو و از پیروان تو هست. چگونه که امروز این مسجد اقصی در دست مردم یهود است که مسلمان ها را در اونجا خیلی آزار و مشقت میدهند، که چگونه که امروز هم این دست خونالود یهود هیچ خانه مسلمان قرار نمیماند. فرزندهای مسلمان ها گویم همه بیچاره ها یتیم و در بدر و سرسان و سرگردان است از دست این قوم ظالم. خداوند در آن نقشه هایی که اینها نسبت مردم مسلمان میکشند خودشان خدای مهربان سرگردان بگرداند و چگونه که خانه مسلمان ها را این قوم ویران کرده ایستادند، سرسان و سرگردان دارند، خدای خاندان اینها را ویران بگردانید. حبیب خدا میگه 2 رکعت نماز خواندیم. مختصرا من میگم برای فضیلت همین ماه رجب. حضرت میگه در براق مرا سوار کردند و آسمان به آسمان از حضرت آدم سرکردگی در آسمان اول پروردگار میگه آسمان ها را زینت داد. بعد زینت دادن تمام پیغمبرها را امر کرد که حبیبی مرا پیشواز گیرید. ملائکه ها را میگه صفی در صف کرد. حبیب خدا هر آسمانی که میدرامد السلام علیک ایها النبی، ای پیغمبری خدا خوش آمدی گفته پیشواز میگرفتند. حضرت آدم بود. در دویم آسمان میگه حضرت عیسی را دیدم. در سوم آسمان حضرت یوسف را دیدم که خیلی حسن زیبایی داشت، که چنان حضرت یوسف میگه زیباگیش دیدم، آنقدر زیباگی داشت که قریب گویم نصف زیباگی تمام بنده های خدا در چهره حضرت یوسف گذاشتگی بود. لیکن حضرت جابر چی میگوید؟ وقتی میگه پیغمبر خدا جمال حضرت یوسف تعریف کردن، و خدا قسم میگه شب از شبها که ماهتاب 15 روزه بود، اینقدر روشن بود. من نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم، زیارت کردم. یک بار نظر میکردم به ماهتاب، یک بار نظر میکردم به چهره حبیب خدا محمد. قسم به خدا گفت چهره محمد از آفتابم دیده روشنتر بود، از همون ماهتابم دیده چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روشنتر بود. اگر خداوند حسن نصف بندگانش در جمال یوسف گذاشته باشد، تمام حسن بنده هاش در محمد صلی الله علیه و سلم گذاشتگی بود. حضرت میگه وقتی نزد حضرت موسی برآمدم، حضرت موسی وقتی که با او سلام علیک کردیم از او جدا شدم، حضرت گریه کردند. گفتن ای پروردگارا چه محترم شخصی، چه پیغمبری که همه شرف و بزرگی را بر این دادی، در دوام 23 سالی که دعوت کرده است همراه امتانش همگی وارد جنتش میکنی. اینقدر دعوا و اینقدر دعوتی که ما کردیم، لیکن ما خود روز قیامت نجات میابیم و امتهای گناهگار ما وارد دوزخ میشوند. نزد حضرت ابراهیم برآمدیم، از اون میگوید بعد سدرت المنتها رفتیم. سدرت المنتها مکانی بود که در پهلوش قرآن میگوید جنت واقع بود. وقتی در اینجا رسیده میگوید پرده های نور بود. وقتی پس نگاه میکنیم که جبرائیل نیست. بین تا آسمان هفتم میگوید همراه جبرائیل میگوید یک جایه بودیم. وقتی در این سدرت المنتها رسیدم نگاه میکنم محمد میبینم جبرائیل نیست در پهلوی ما. پرسان کردیم ای جبرائیل آیا این مکانی هست، آیا این وقتی هست که تو دوست در اینجا خالی بگذارد؟ حضرت جبرائیل چی گفتن؟ گفتن ای محمد لو تقدمت شبرا لاحترقت،
ما برای خود یک مکان خاصه داریم، اون مقام توست. قسم به عظمتی پروردگار گفت اگر به مقدار یک مورچه پیش روم 600 بال مرا همین تجلیات الهی می سوزاند، دیگر ما پیش رفتن نمیتونیم. گفت اون پیش دیگر حق توست. حتی پیغمبری خدا گوییم به مکانی رسیدن که یک مکان نور بود، با پروردگار سلام علیک کردند، چی گفت و گزار کردند. مختصرا میگردیم، ما سوال هامون زیاد است. بعد از آنجا وقتی که پایان آمدن، وقتی پایان زمین آمدن، باز در همون کنار خواب بود، همون کنار ده جبرائیل وقتی که رسول اکرم گذاشت، ابو جهل لعین سحر به نزد رسول اکرم آمد و گفت آیا از آسمان یگان خبر داری یا نداری؟ از حساب تمسخرانه. وای به خاطر گوش کردن سخن آسمان نبود، فقط مذاق میکرد، فقط تمسخر میکرد. آیا از آسمان یگان خبر داری؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ای ابو جهل، گفتند امشب من از همین مسجد مکه مکرمه و مسجد اقصی فلسطین رفتم. ابو جهل میگه چنان خنده کردند، گفتن همین 6 ماهه مسافه ای که بین مکه و بین فلسطین است تو همین شب رفتی؟ گفت بله همین شب من رفتم. گفت خنده کنان میگوید، خنده کنان به خانه ابوبکر صدیق آمد. رسول را استونی حنانه بشناخت. مولوی رومی در زیر این آیت میگوید پیغمبر یک چوی خرما شناخت. بالا یک چوی خرمایی که میبرآمد و مردم موعظه میکرد، وقتی اون چوی خرما را ترک کرد و بالای منبر دیگر برآمد، همان چوب خرما گریه کرد که پیغمبر خدا تا امروز بالای من میبرآمدی، چی شد که امروز ما از پای مبارک تو محروم شدیم؟ همان چوب خرما میگوید مثل کودکی که برای مادر گریه میکند همون گریه میکرد. مولوی میگوید رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. و یا چوب شناخت لیکن ابو جهل آدم بود و نشناختش. دوان خانه ابوبکر آمد برای که در دل ابوبکر شبهه اندازد، دل ابوبکر دو دیله کند. آمد در ابوبکر تق تق کرد، ابوبکر. حضرت از داخل صدا دادن چی میگویی؟ گفت من نگفتم که محمد دیوانه هست، من نگفتم همین رفیقی که تو برای خود انتخاب کردی دیوانه هست، من نگفته بودم. میدانی محمد چی میگوید؟ تو چی میگوید؟ این دوستی من چی میگوید؟ او میگوید امشب من از مکه مکرمه فلسطین رفتم 6 ماه را در یک شب. ابوبکر صدیق گفت اینا محمد گفت؟ گفت بله محمد گفت. و قسم به خدا گفت ای ابو جهل، اگر محمد گوید که من از مکه مکرمه فلسطین رفتم و از فلسطین آسمان سیاحت کردم و گشته آمدم، قسم به عظمتی پروردگار وای راست میگوید، وای دروغ نمیگوید. از این خاطر بود که رسول اکرم گفت لو وزن ایمان ابوبکر من ایمان امتی لرجح ایمان ابوبکر. اگر ایمان ابوبکر در یک پله ترازو گذارم، ایمان تمام امتان ما در پله ترازوی دیگر گذارم، ایمان و اخلاص و محبت ابوبکر گفت بالای همه این گفت غلبه میکنه. ابوبکر صدیق اولین شخصی بود که معراج پیغمبری خدا را قبول ساخت. اما همون معراج در همین ماه رجب صورت گرفتگی است. بعضی روایت ها می آید که وقتی نزد پروردگارش رفت محمد، الله گفت وقتی که دوست پیش دوست می آید یک هدیه می آرد. ای محمد تو نزد پروردگارت آمدی، چه هدیه آوردی؟ چه هدیه داری؟ حبیبی خدا میگوید گریان شدن و گفتن یگانه هدیه‌ای که پروردگار من پیش تو آوردم این گناه امت هست، این گناه امتانم هست که آوردم پروردگارا
گناههای امتان مرا بخشیده کن. این یگانه پیشنهادی که من در ذات تو دارم. همان امتی که امروز زنش سرالوچ کرده است و مردش توی به توی رقص کرده گشته ایستاده است. انا همین امت پیغمبری خدا میگوید وقتی الله از من پرسان کرد که چی هدیه آوردی، گفتم گناهی امت آوردم. خدای همین را با فضل خودت مغفرت کن. این بزرگی از ماه رجب انا همین است که معراج در همین شب صورت گرفتگی است، در شب 27 همین ماه. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما از شما التماس میکنیم که با این سوال ما روشنی اندازید. در نماز تهجد سجده سهو کرده می شود یا نه؟ نماز تهجد نزد مذهب امام ابو حنیفه یکی از نمازهای نافله به شمار می رود، یعنی به خواندنش ثواب و به نخواندنش گناهگار نمی شوید. برای همین سجده سهو در نماز نافله اگر کنین درست می شود، اگر نکنینم گناهگار نمی شوید. السلام علیکم ای واعظ راه الله، خدا نگهبان شما باشد. من طالب علم مدرسه شهر قرغان تیپه الان در شهر کولاب تحصیل علم دارم و خواهش دارم که شما که با این سوال من جواب گردانید. من در آینده نیت دارم که 40 روز در خانه نشسته با عبادت مشغول شوم. صحیح بودن این را به من فهمانید که برای کیها روا هست و برای کی نی. برای آن که چی کاری هست سنگید، چی طالب علم یا کسی دیگر، من دیدم که می نشینند 40 روز، یعنی چیله میگویند در ما و شما. چیله نشستن این در دین اسلام نیست برادرای عزیز، زیرا که انسانی که در چیله می نشیند تصور کنید که وای نه نماز جمعه می خواند، نه نماز 5 وقته که سنت مؤکده حبیب خداست این هم ترک میکند. و دیگر این که هر یک بنده خدا امروز وظیفه دار است که باید چی در خانه خود چی در همسایه‌داری خود باید مردم دعوتی بر اسلام کند و از این نعمت ها محروم میماند. از این خاطر باید که چیله نشستن در ما نیست. حبیب خدا میگن من شذ فی النار، کسی اگر تنهایی را دوست دارد، کسی اگر از مردم جدا شدن برای خود نغز بیند، وای تنها آتش دوزخ برده می شود. کسی اگر تنهایی را دوست دارد، کسی اگر از مردم جدا شدن برای خود نغز بیند، وای تنها آتش دوزخ برده می شود. یعنی هیچ وقت باید علیکم بالجماعه. حبیبی خدا میگه دائم شما را ای پیروانم تأکید میکنم که فقط با جماعت باشید، فقط با مردم باشید، هیچ وقت تنهایی را برای خود انتخاب نکنید. از این خاطر دادر عزیز می تواند که هیچ وقت چیله را برای خودش انتخاب نکند که این چیله نشستن از دین اسلام نیست. سلام داملای عزیز، با این سوالی من جوابی پوره دهید. یک همسایه ما نان و آب ندارد، قرض کرده و از قرض میکند و از قرضدارها میگریزد و نان و آب میدهد. شما با این کار چی گفتنی دارید؟ سری این کارها را چگونه بگیریم؟ ما در این موضوع صحبت داشتیم که برادر عزیز الله در قرآن میگوید صدقات برای فقرا هست، یعنی صدقات باید ماها کیها را دهیم؟ آدمای فقیر را دهیم. امروز عکس شده است، آدم فقیر آدمهای بای نان و آب میدهند، تا جایی که بایها خیر احسان نسبت کمبغل ها داشته باشند. امروز کمبغلی که صاحب 1 سوم یا نیم سوم می شود در حال دیگر راست میکند، آب و نان تشکیل میکند و مردم سیر و گرسنه را نان میدهد. شما الکی گوییم که
آن چیزی که سپارش پروردگار است انجام داده نایستاده ایم، یعنی انجام نداده ایم. زیرا شما خود مستحقین، یعنی شما باید که خود صدقه خور باشین، شما باید صدقه دهنده نباشین. اسلام هیچ وقت دستگیری نمی کند آن نان آبی را که از نارسایی باشد. قرضداری کو یک طرف، این آدم قرضدار کو تماما حق ندارد که خیر احسان کند، لیکن آدمی که شرایط نداشته باشد برای او خیر احسان کردن در اسلام جایز نیست. امروز باور کنید بعضی برادرها بر ما زنگ میزنن از دولت‌های روسیه، از همه دولت‌هاش. داملای عزیز دعا کنید که ما بیمار هستیم، بیمار هستیم، در حق من دعا کنید. این بیمارها بیچاره به یک حالت خیلی مشکلات 4 سوم صاحب میشوند، همین خانه در رسیدن برابر که الله که خیر احسان سر میشود. بیچاره حالی پای قدم کرده است تا از راه دور آمدی گفته دیگر وای اهمیت نمیدین که به کدام حالت آمده است، در کدام صورت است. خیر احسان چندین بار گفتم، فقط برای شما این قدر میگویم که شرایط دارین خیر احسان کنین، ندارین خیر احسان نکنین که شما گناهگار میشوین. با آن برادرانی که در این مسئله ها گویم مردم دقت میدهند، طعنه میکنند چرا تو خیر احسان نمیکنی، اگر همون آدمی را که طعنه دارد دقت میدهد کمبغل باشد، این برادر در نزد خدا گناهگار میشود. ما و شما حقوق نداریم که بنده هایی که بیچاره شرایط ندارند ما و شما با آنها دستورات خیر احسان دهیم. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا، سوالی دارم، خواهش میکنم جواب گویید. مسئله اسراف کمی روشنی میانداختید. کسانی که اسراف کردند اسرافکارند، چگونه گناه است؟ خداوند در قرآن در باب اسراف ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا میگوید شما بنده های خدا اسراف نکنید، زیرا که پروردگار اسرافکار دوست نمی‌دارد. اسرافکار برادر شیطان است و شیطان در نزد پروردگار کافر است. کسی اسرافکار است برادر شیطان است و خدا گفته ایستاد است که شیطان در نزد الله کافر است. در دیگر جای قرآن خداوند برای ما و شما سوره اسراء است میگوید کلوا واشربوا ولا تسرفوا، شما خورید و نوشید اسراف نکنید، بخورید بنوشید اسراف نکنید. حتی صاحبان تفسیر میگویند که انسان وقتی زیاد میخورد انمو زیاد خوردنش اسراف است. وقتی آدم میگوید عقلش فقط در همین بهتر کردن دنیا صرف میکند و فکر آخرت نمیکند، حتی صرف کردن عقلش همین هم از اسرافیات است. باید ما و شما در اسراف هیچگاه راه ندهیم. خداوند در سوره ابراهیم میگوید و استعذ ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و این کفرتم این عذابی لشدید. اگر شما در نعمتهای خدا دادگی شکرانه کنید به قدر آنها رسید خدا زیادش میکند، لیکن اگر شما در دادگی پروردگارتان خراجات کنید، اسراف کنید، بی پروایی کنید، عذاب پروردگار بالای شما سخت است. این امروز ما و شما ببینید در خاندان ما چه از چراغها را، چه از آب، چه از گاز اسراف میکنیم، پروا نداریم، رفته ایستاده است. ما و شما فکر نمیکنیم که انا همین خراجات هایی که در اینها شده ایستادن همین هم در عبادت ما زلال دارد، همین هم در بندگی ما زلال دارد، همین در ما و شما در نزد خدا گناهگار میشویم. السلام علیکم داملا، من برای انگشتی سبابه با مولای خودمان بحث کردم. او با من گفت که دیگر از قفای من نماز نخوان که من امامتی تا قبول نمی کنم تا چلیک برداری تا بس نکنی. من چیکار کنم داملای؟ برای از پس یک داملای با فهم بخوانا که اما داملایی که برداشتن همین انگشت که من کنه و امامتی را که قبول نکند، الحمدلله امروز پر از داملای میفهمیدگی. روای پس یک آدم میفهمیدگیش اقتدا کن.
داملا چه حق دارد زیدی حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برآمد میکند؟ چه حق دارد؟ چه حق دارد وقتی که کردار امام ابو حنیفه را قبول ندارد که حضرت امام ابو حنیفه را در کتابها برداشتن انگشت در حالت اشهد ان لا اله الا الله دا برداشتن شد وصف میکنند، تاریخش بیان میکنند. چه حق دارد امام که خلاف کردار امام ابو حنیفه رفتار میکنند؟ پس یک امامی با فهم و با علم نماز سر خواندن بگیر. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، من مخلص شما هستم و در نمازهای جمعه اشتراک میکنم. یک سوال به شما دارم. همین مسئله انگشت برداشتن ده کدامی نبردارین بردارین، کدامی نمیبردارین حق ندارین که پهلواتون ملامت کنین. حق ندارین. حق نداشتن تان به این خاطر است که شما حدیث های رسول اکرم اعتراف نمیکنین. در این باب تا 35 36 حدیث صحیح در باب برداشتن همین انگشت است. مامای من از 2.5 سالگی نابینا شده است، نماز نمیخواند و پای به طهارت هم نمی رود. او هر چند کوشش میکرد که نماز خواند لیکن خواندن نمیتواند. شما چی گفتنی هستید؟ البته باید که نماز این عذر ندارد، باید که حرکت کند، یعنی از دهان همو فرزندهاش آموختن سوره ها را آموزد. اگر این قادر نشد بعدا به همون اشاره های طریق نماز خواندنش عملهاش انجام دادن بگیرد، انشاءالله همون هم در نزد خدا نماز به حساب می رود. بابای حاجی میرزا خدا یار و مددگارت باشد. یک سوال دارم. آیا در شب نکاح موی سر داشتن برای مرد به نکاح ضرر دارد یا ندارد؟ یعنی در شب نکاح امروز جوانهایی هستند که موی سر دارند. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگوید من کان له شعر فلیکرمه. کسی از امتان من صاحب موی سر باشد بایستا که موی سرشان تازه نگه بدارند. حبیب خدا هم موی سر تراشیدن هم موی سر گذاشتن. برای همین هم تراشیدنش سنت میگوییم هم گذاشتنش سنت میگوییم. فقط کسی که موی سر دارد باید موی سرش تازه و پاکیزه نگه دارد. این موی سر داشتن در نکاح هیچ زلل و نقصانی ندارد. کسی دعوا میکند دعواش اساس علمی ندارد. برای همین اینا گفتنی هستم که دادر عزیز در شب نکاح، در نکاح تو چی زلال دارد؟ زلال دارد که وقتی که اون زنی که می آید یک سوزن در دستشو از پشت همون کستومی تو دوختن میگیرد، انا این خرافات ها در نکاح تو زلال دارد. این طفلی هایی که در پاها چون می پوشن در همین گویم که نکاح، در شب نکاح انا اون طفلی که در پای دارد و بدر نمیکند، انا این در نکاح تو زلال دارد. یا در شب نکاح بعض جوانهای بی فراست و بی عقل وجود دارد که شب نکاح نوشیده به نکاح می آید، عرق می نوشن برای شرم و حیاشان پرد تا که در نکاح شرم نکنن. آیا تو نمیدانی الحیا شعبة من الایمان؟ پیغمبر گفته است حیا این خودش نشانه ایمانداری است. وقتی تو حیا را از وجود دور میکنی معنای این را دارد که تو ایمان از بدن جدا کرده. انا اینا در نکاح شما زلال دارد. در نکاح شما این 10 ماشین و 20 ماشینه که صرف و خراجات های بی معنی میکنین، انا این در نکاح تو زلال دارد. در نکاح تو اون دختری را که تو فتح پشانیدی و تمام بدنش یار و رفیق نشان دادی، انا این در نکاح تو زلال دارد. آن دختری را که تو پیش بزرگوارها میبری که این بیچاره ها از آمدن این عروسی تو ناراحت میشوند، انا این در نکاح تو زلال دارد. انا پیش این اسراف ها را، پیش این نامعقولی ها را بگیر، نکاح تو بی زلال و بی زیان می شود. این موی سر داشتن در نکاح هیچ زلال زیانی ندارد. شبه که میاری خواهر تقتی مردکای بیگانه عررش میکنی و تا 2-3 شب مردم نمیمانی که خواب کنن، انا در نکاح تو اینا زلال دارد. انا پیش زلال اگر خواهی که بگیری مرحمت، انا این گفته خدا و پیغمبر است.
بابای حاجی میرزا ما از دوشنبه این سوال را به شما داده ایستاده ایم. آیا نسبت قبر را آرا و تارا زیب و زینت دادن از نگاه اسلام چگونه است؟ ما دیروز زمین را بین عصر شاه در همین بین قوم خودمان امانده دادیم. برادرای عزیز، احترام پدر و مادر، احترام برادر، احترام خواهر به زینت دادن قبر معلوم نمی شود. این نشانه اون نیست که تو نسبت پدر و مادرت احترام کلان داشته که بالای قبر پدرت چیکار کردی؟ قصر و قبله کردی. این دروغ است. پدر و مادر احترامش این است که در دنیا تو اونها را بار نگذاری که غمگین شوند، چه از پوشاک، چه از پول، چه از خوراک اونها را تأمین کن. اونها را مثل که فرزندات نوازش بکنی اونها را نوازش کن. پیش پدر و مادرت در حالت در آمدن از جاد بخیز، خوش آمدی بکن. انا این احترام پدر و مادر را نشان میدهد. قبر پدر و مادر تا اگر از طلا کنی، پدر و مادر از تو راضی نباشد، این هیچ معنای فرزندی و گویم احترام فرزندی را نشان نمیدهد. در اسلام آرا و تارا دادن قبر حرام است. حبیب خدا میگوید حتی شما بالای قبرهاتون گچکاری نکنید. در حدیث ها میگه در بالای قبر ننشینید، بالای قبرتون در چیزی ننویسانید. اینها را اسلام ما و شما حرام میداند. حتی در اسلام فقط رخصت همین است که یک سنگ عادی برده بالای قبر میگذاریم تا که فرزندها ما خبر دیم که همین قبر پدرت است یا مادرت است یا برادرت است. یک نشانه. حتی همون رشادکه هایی که در اطراف قبر میمانیم اینا اسرافن، حرام است. ما و شما گناهگار میشویم. کجا جایی که این قصرهایی که در بالای قبرها میسازیم؟ حتی بینین همین مختصری که ما و شما امروز تاجیکستان میخوانش، کتاب مختصر قریب 70-80 تا شرح دارد. در همین کتاب جنازه چی میگوید؟ میگوید که و کوریه الاجر و الخشب، اگر در لحد شما غشت پخته گذارین یا در لحد اگر چوب گذارین، این حالت در این عمل شما مکروه است. شما در نزد خدا گناهگار میشوید. به چه خاطر؟ به خاطری که برای غشت پخته و این چوبی که در لحد میگذارید آدمای زنده احتیاج دارند. باید در لحد غشت خام باشد یا چیمی که میگویم همون سبزگاری هایی که ما و شما کنده و در قبر میچینیم، انا همون زیب قبر دارد. فتوای خلاصه را تماشا کنین، میگوید که قبر دویم باره کندن در اسلام اجازت نیست. اینا بعضی آدما قبرهاشون از اونجا میکنن اینجا میارن، اینا اسلام رخصت نمیدهد. لیکن اگر همون گورکاوها ساعتشه یا بیل یا کرته یا چیزی از ظرف دنیا را در داخل قبر فراموش کرده باشد، اینجا اسلام رخصت میدهد که دویم باره قبر کنین و همون چیزی که زنده ها احتیاج دارن بیرون قبر کنین. ببین تا این صورت اسلام اجازت نمیدهد که در قبر چیزی از اسباب دنیا ضایع شود، پوسیده و نابود شود. برای همین از همه شما برادرای عزیز خواهش من این است که شما بالای قبرها دا بنا نکنید، بالای قبر برای خودتان سجدگاه جای نماز قرار ندهید. اینا را در حدیث ها رسول اکرم حرام خواندگی هست. گفته اما حضرت مولوی جنونی که اگر گورد همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحد گر اژدهار است. این چی فایده دارد بالای قبر تا اگر از تمام میگوییم که بهترین مال دنیا آرا و تارا دهند، لیکن داخل قبر اژدهار داشته باشد، داخل قبر راحت نداشته باشد، این چی معنی دارد؟ آن پول شما در یتیم خانه ها، در همسایه داری هاتون، در مکتب ها برده انشاءالله اگر صرف کنین، این در روح پدر مادر شما شاد می شود. اجازت نیست برادرای عزیز در بالای قبر بغیر یک سنگ عادی حتی کتابت نویساندن ممکن نیست. السلام علیکم. حضرت داملا یک پیشوا داریم که دایم کارش همین است که اگر چیزی ندهی در یگان کار و بارد یا معرکه های خرسندیت یا مصیبتت اشتراک نمیکند. این خیلی پیشواهایی بوده است که
اگر تا حق شکی نمیتی در یگان کار و بار درست نمیسته، نه در معرکه خرسندی نه در معرکه مصیبت. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم پیشوای ما میفرماید این المسئله لا تحیلو. ببینید طلبیدن حلال نیست. وقتی همون پیشوا هست، وقتی همون گوییم که از جمله شیخ است، از جمله عالم است، از جمله ایشان است، از جمله کسی نباشد. وقتی میگوید که حق مرا دهید، وقتی طلب میکند، این حبیب خدا گفتن حرام است. حرام. هیچ وقت امت محمد باید طلبنده نباشد. حبیب خدا میگوید لو تعلمون ما فی المسئله ما مشى احد الى احد یسأله شیئا. اگر شما میدانستین که طلبیدن چند قدر بیناموسی است، بیعاری است، شما هیچ وقت پیش یک برادر مسلمان تان یک قدم برای طلبیدن نمیزدین. یکی افسوس که این طلبیدن شخصان برای خود اختیار کردن که ناموس ندارن، اونا گویم حیا ندارن. برای همین ما و شما حق نداریم که گویم برای ما فلان قدر مبلغ جدا کن، بعد من در کار و بار تو راست میستم، یا اینکه من فلانی زاده ام، من بالای همه شما گویم سردار هستم یا فلان هستم، باید که برای من شما مبلغ جدا کنین، برای من نظر دهین. این در اسلام ما وجود نداره. بعضی ساده های ما و شما را اونها می ترسانند حقی مرا بده. وقتی مثال تو نمیدی، بعد وایمه میکنند نمیتی، حقی مرا نمیتی، حقی گویا که تمام، یعنی ندادی تمام تو میسوزی. نه، خودش میسوزه. او دعا هم ندارد برادر عزیز، باور کن نترسین، این چیزی چی گپ نیست. اسلام ما باید طلبنده تیار نکند. امروز برای چی ما میگیم که همون بچه هایی که در راه ها هستن صنف 1 و 2 میخوانند یا از اون در پستر هستن، اونا را شما پول ندهید. به چی خاطر؟ به خاطری که در طبیعت او طلبیدن میموند و آیسته آیسته میده میده آخر کلان شدن میگیرد، با همین راه طلبیدن الک عادت میکند و دیگر در مکتب نمیخواند و دیگر مکتب دم که رود تمامی حش و خاطرش به سوی همون اطراف مزارهایی که امروز طلبنده ها در اطرافش نشستند. انا فقط تمام خاطرش همه گویم حشش طرف همون مزار، طرف همین امروز قبرستان ها را جای کردن. میبینن که مردم قبرستان میرود، در نزد قبرستان که باز پول تقسیم کنی که هست، این کودک ها همون جمع روند تا که با اونها پول دهین. شما ندهین بر اونها پول، اونا را شما خودتان طلبنده میکنین. امروز این بهبودی که الحمدلله در تاجیکستان شده ایستاد است. شما میبینید روز به روز زوادها با چی دستند، روز به روز راهها کشاده شده ایستادند. امروز کدام بدفرد تاجیک این زوادها را سرداری میکند؟ ما و شما که وقتی که فقط طلبنده تیار کنیم، همین طلبنده هایی که امروز داریم کتکت هایی که هستند، مردم هم میترسانند که حقی ما را بده، نمیتی خیلی میبینی همیناش بسند. ایناش بیا ما و شما طلبنده نکنیم. ایناش بگذار که بیچاره خوانند، بگذار که آینده دار شوند، در همین جامعه تاجیکستانی ما و شما خدمتگار شوند. اینا درست نیستند. طلبیدن حلال نیست برادر عزیز. این ملاگی و باور کنین پدرای عزیز، ایشانی و شیخی که برای خدا نباشد، به خدا قسم در نزد پروردگار از کرم لای خورک دیده، این انسان در نزد خدا به قدر هست. باید همه عمل ما از برای خدا باشد. باید چی ملا باشد، چی شیخ باشد، چی ایشان باشد، چی فلانی زاده باشد، باید امروز فقط خدمت اسلام کند، نه برای مبلغ. اگر تو در راه خدا خدمت کن، الله خودش در قرآن میگوید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این پروردگار میگوید ای انسان، تو از پروردگارت بترس، در راه پروردگارت خدمتگار باش، چنان رزقت میتم که در گمانت نیست. آنقدر مبلغ و پول از هر راه برای تو میارم که در فکر در خیالت نیست. این وعده پروردگار است. همین انسانایی که امروز خدمت پروردگار میکنن، به طلبیدن روزشان الحمدلله که رفته ایستاده است. برای همین ما و شما این طلبیدن برای خود اختیار نکنیم. این برادر ما هم حق دارد که برای این گونه پیشوا حق جدا نکند. هیچ وقت حق جدا نکن.
از دوغ و پوپیسش هم نترس. انشاءالله تو در نزد خدا از این دیده با قدرتر هستی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا در یک سوال ها را خیلی دیگر میگذاریم، زیرا جمعه آینده من در باب صبر در مصیبت که خیلی از برادران اینجا از ما طلب کردن من صحبت میکنم که صبر در مصیبت و صبر در معصیت، از معصیت چی معنا دارد. من برای شما انشاءالله اینا بیان میکنم. خیلی موضوع لازمی هست برای این روز ما و شما. جنازه بابای ولی 30 سامان. بابای ولی خدا رحمت و مغفرت کند، یکی از عضو همین جماعت ما بود که در همین محله زندگی میکردن. فرزندای خدا را شکر که با نماز دارد. بابای ولی 30 سامانی روان کردن که در حقش دعا کنیم. بابای احمد 10 سامانی، بابای حاجی زین الدین 10 سامانی، برادرمان استاد سبز علی و بحرالدین و بابا جان که برای همین مناره را تعمیر کردند امروز مهنت کردیستن، در حق اینها گفتن دعا کنید. در حق پدر و مادرم دعا کنید. حاجی سید حامید از کوهدامن 10 سامانی، بابا خان از کارز در حق مادرم بیمار از گفتن دعا کنید 10 سامانی روان کردن. خدای مهربان این بنده هایی که الحال نانگیر شدن، خدایا گذشتگی هاشون رحمت و مغفرت بگردانی، زنده هاشون خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی و هر مراد و مطلوب هایی که در دلشان دارند خدای مهربان با فضل و کرمت برآورده بگردانی. و تمام آن بندگانی که در این صندوق خیریه که امروز برای بهبودی همین مسجد صرف شده ایستاده است خیر احسان میکند، خدا این خیرها را به درگاهت مقبول و خدا از همه آفتها در حفظ امانش نگه دارد. یک گروه جوانها امروز از ما طلب کردن که در حقمان دعا کنید که در سفر و در روسیه کار میکنن. خدایا همه مسافرها را از این جمهوری ما را خدایا صحت و سلامت نگه داری و با تن صحت و با دست پر و خاندان برگشتن در موفق شان بگردانی. آمین و رب العالمین. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. من این دو را نمیشناسم لیکن از اون بی نهایت غلط میخوانده است. من مقصد از آن گفتن حبیب خدا میگوید اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون. گردنی که از همه گردنی بالاست در روز قیامت گردنی کسی که اذان میدهد. در روز قیامت از همه گردنها بالاترین گردن نصیب شخصی هست که اذان میدهد، لیکن اذان درست دهد. در کجایی که اگر مؤذن ها باشد باید که شما اذانهاشون همون پیشواهایی که دارین اذانهاشون گذرانن. این بچه از این مسجد ما نیست، خیلی من نشناختم اذان گفتن، لیکن اذان بی نهایت اذان غلط است. برای همین کاری کنید که در هر جمعه بسیاری مسجدها میریم اذان میدهن، اذانهاشون همه غلط است. اکثر مسجدها اذان غلط میدهن. این بسیار یک معنای کلان میدهد. در اذان گفتن هم خوف کفر است وقتی اگر نادرست اگر ما و شما اذان میدهیم. این علم اسلام علم عادی و آسان نیست. هر یک تلفظ این، هر یک تشدیدی که در داخل این هست با خودش معنا دارد. الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالإحسان ونور قلوب العارفين بنور المعرفة والإيمان وشرح صدور الصادقين بشرح الهداية والعرفان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العوف والغفران ونشهد أن محمدا عبده ورسول سيد الرسول وحبيب الرحمن
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الموصوفين بالعدالة والإحسان، خصوصا على الإمام الهمام أول صحابة وأفضلهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق بعلو المرتبة كمال الاقتران، وعلى الإمام عمر الفاروق فرق بين الحق والبطلان، وعلى الإمام الهمام عثمان ذي النورين جامع القرآن، وعلى الإمام الهمام علي الرزي الوفي بتوافر الفضل والأمنان، وعلى الإمامين الهمامين الفاضلين الكاملين. يا أيها الناس قد جاء في الخبر احفظوا ألسنتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. چگونه در خبر آمده است گفت احفظوا السینتکم. این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که ای پیروان قرآن، ای مردم تاجیکستان، پیغمبر خدا خطاب دارد، زبانهاتان نگه دارید، زبانهاتان محافظت کنید. گفتی حضرت مولوی جنونی زبان را در غضب نیکو نگه دار، زبان نزد غضبها می شود مار. گزد ناگه دلی رنجیده را، کند محزون و مجروح بنده را. این زبانهاتان نگه دارید میگوید. این زبان آدم مسلمان باید زبان طعنه کننده نباشد. زبان آدم مسلمان زبان غیبت گوینده نباشد. زبان آدم مسلمان و مؤمن و زبان انسانی که جمعه میخواند، 5 وقته میخواند، در خانش قرآن دارد، دعوای اسلام دارد، باید زبان او زبان دشنام کننده نباشد. حبیب خدا میگوید سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. کسی یک مسلمان میکشد کافر میشود، کسی یک مسلمان دشنام میدهد فاسق میشود. امروز این امت بی‌پروا در هر یک لحظه، در هر یک ساعت زبان ما و شما آلوده دشنام است. فرزندهامان ولی کودکای در کوچه بازی دارند، الک زبانهای دشنام آلود دارد. بار اما و شما پدر و مادر همو فرزند در خانه یک بار گوشتا و هم کنه میتونیم بچم در کوچه کی برآمدی دشنام نته. یک بار بچه تا بفهمون که در تو فرزند مسلمانی یک چیز گناه میگن، یک چیز دیگر ثواب میگن. اگر دشنام دهی بچم تو گناهگار میشوی. اگر زبان تا نگه داری و با رفیقات دشنام ندهی تو ثواب میگیری. اینا هر یک کدام ما شما وظیفه پدر و مادر همین است. شما در همون خوردیش که وای ادب نکردید کی دیگر آدابش میتین؟ تو مثل زمانی که کلان شود و خودتان دشنام دهد. درختی که خوردکک بود باغبان، بگرداند او را چو خواهد چنان. چو گردد کلام باز نتواندش، که از کجی و خمی بگرداندش. این درخت که کلان شد دیگر شما این درخت پایه زده نمیتونید. این درخت دیگر شما نوده هاش راست کرده نمیتونید. فقط شما پایه او را زده میتونید، راست کرده میتونید زمانی که این درخت نوچه باشد، خرد باشد. این کودکان به منزله همون درختی خرد هستند، اونها را باید تربیت کنید. حبیب خدا میگه زبانهاتون ای پیر خرد محافظ